حدادی فرد. حالا یک شوت از کریم باقری در دستهای ایسا اندوی، بلند برای اشاری توپ رو به ایسا اندوی میسپره، با دست پرتاب‌های بلند داره تا میانه زمین و توپ به ایسا اندوی. مصدوم این لحظه ای است که ایسا اندوی در تصویر آهسته باید ببینیم چه اتفاقی افتاد. اینجا ایسا اندوی و به نظر نمی رسید که نوری، علی کریمی، حالا کریم باقری و پرواز بلند ایسا اندوی که توپ رو جمع میکنه، از روی سر کریم با راه میندازه و صاحب توپ میکنه. حالا خود پژمان نوری برای کریم باقری و توپی که به ایسا اندوی میرسه با دست برای کاسرو هم شد. علی کریمی ضربه رو میفرسته و ضربه سر زاره. پژمان نوری باز هم خطا که آخر 2 دقیقه وقت تلف شده و این ضربه سر و واکنش عالی از راسته. ببینید این سانتر، این ضربه سر و این واکنش از مدعیان کسب عنوان قهرمانی کم نیستن. ایسا اندوی، منصور ابراهیم زاده همچنان ایستاده در کنار زمین داره صحبت میکنه. ارسال بلند به روی دروازه و ایسا اندوی توپ بلند از خود ایسا اندوی. کاسرو به دنبال سمت چپ برای منصوری، ارسال توپ به روی دروازه و ایسا اندوی. نتیجه 3-1 به سود ذوب‌آهنه. یه ارسال بلند به داخل محوطه جریمه و البته اگر توپ رو با دست هم نمیزد که در درون دروازه قرار میکنه. ابراهیم توره حالا میزنه و ایسا اندوی توپ رو میگیره. قبل از ضربه وارد محوطه شدن. با هم میبینیم این لحظه که ضربه رو میزنه ابراهیم توره و ایسا اندوی توپ رو برگشت داد، اما باز هم خود ابراهیم توره قصد از دست میده. ابراهیم توره بکنه توپ رو به بین تماشاگران میفرسته. این هم صحنه‌ای که ایسا اندوی توپ رو برگشت داد از خود زاره. حالا ضربش رو میزنه و ایسا اندوی، یه بازیکن